بسم الله الرحمن الرحیم. من پس درس جدید از مضمون فیزیولوژی شروع می‌کنم. در جلسه راجع به ممبران ترانسپورتیشن گپ می‌زنیم. نقل انتقالات غشای حجروی. چطور مواد میتونه که داخل حجره شه و از حجره خارج شه. مشمول راجع به درس لکچر قبلی راجع به پاسیو ترانسپورتیشن گپ زدیم. در جلسه مشمول راجع به اکتیو ترانسپورت گپ می‌زنیم. انتقال فعال. انتقال فعال اول تعریف می‌کنیم. انتقال فعالی که عبارت از انتقالی است که انرژی مصرف می‌کنه. نقل انتقالات موادها در داخل حجره و خارج از حجره است که باعث مصرف ATP انرژی میشه. پس این تعریف انتقال فعال. انتقال فعال انتقال است که ATP مصرف میکنه یا انرژی مصرف میکنه. خب ما شما نظر به اینکه انرژی به شکل دایرکت و ایندایرکت مصرف میشه، باز هم اکتیو ترانسپورت باز دو نوع است. یکی پرایمری اکتیو ترانسپورت داریم، یکی هم سکندری اکتیو ترانسپورت. یعنی به این معنا ما شما اکتیو ترانسپورت گفتیم که انرژی مصرف میکنه، ATP مصرف میکنه. اگه ATP به شکل مستقیم مصرف شد تو ما شما پرایمری میگیم و اگه به شکل غیر مستقیم مصرف شد تو ما سکندری میگیم. خب میایم دکتر سبا راجع به پرایمری گپ بزنیم. در قسمت پرایمری اکتیو ترانسپورت چطور تعریف میکنیم پرایمری اکتیو ترانسپورت را؟ میگیم حرکت یک مواد، حرکت مولکول ها، حرکت یک مواد از غلظت کمتر به غلظت بیشتر، برعکس دیفیوژن، برعکس انتشار، از غلظت کم به غلظت زیاد. در این قسمت ATP به شکل مستقیم مصرف میشه و مدیاتور واسطه هم ضرور هست. یگانه اشتراک پرایمری اکتیو ترانسپورت دو فاصله دیفیوژن چیست؟ است که اون مدیاتور یا واسطه ضرورت داشت یا مدیاتور و واسطه ضرورت داره. صحیح؟ پس این مشترکش. ما شما بازم تعریف میکنیم پرایمری اکتیو ترانسپورت چه قسم گفتیم حرکت یک مواد از جایی که غلظتش کم است و جایی که غلظتش زیاد است و مطمئنا انرژی ضرورت داره. یعنی از پایین به بالا، زمانی که ما شما از یک جایی که کم ارتفاع باشه زمانی که بخوایم بالا بره مطمئن انرژی ضرورت است. درجه هم عین قضیه وجود داره. مواد میخواد از غلظت کم بره به غلظت زیاد، از جایی که بیروبارش کمتر هست میخواد بره به جایی که بیروبارش زیادتر هست، از جایی که تعدادش کم هست میخواد بره در جایی که تعدادش زیاد هست. مطمئنا در اینجا چی مصرف میشه؟ ATP یا انرژی مصرف میشه. از جای کم بیروبار میره در جای پر بیروبار، در جایی که حجمش نفوس یا به اصطلاح یا معنا غلظت زیادتر هست. مثل که شما حجر اسود را در نظر بگیرید، سنگ اسود را یا حجر الاسود را. مثلا اگر بخوایم که در قسمت خود برسونیم خود اونجا خیلی زیاد نفوس زیاد است، نه؟ نفوس زیاد است. بخاطر اینکه خود را در حجر اسود برسونیم یا در سنگ اسود خود برسونیم انرژی زیاد ضرورت است. پس از جایی که فشار کمتر هست یا به اصطلاح غلظت کمتر است میخوایم بریم در جایی که غلظت زیادتر هست، پس مطمئن انرژی زیاد مصرف میشه. این قضیه در این قسمت هم شما داریم. خب کدام موادها میتونه از این طریق انتقال بکنه؟ پولار کمپاوند، موادهای قطبی، موادهایی که چارج دارن، ذرات چارج دار هستند، با اون ترتیب موادهایی که منحل در آب هستند، مثل آیون‌ها سدیم، پتاسیم، کلسیم، پروتون، اینها میتونه از این طریق نقل انتقالات خود را داشته باشه. مثال‌هایش هم شما داریم. در قسمت شما این پروژه در نظر بگیرید. مثال شما مثال‌های پرایمری اکتیو ترانسپورت رو می‌خوانیم. مثال عمده‌اش است سدیم پتاسیم پمپ است. سودیم پتاسیم پمپ که به نام سودیم پتاسیم پمپ میره به خاطر میگیم که سه تا سودیم. اول شما بفهمید سودیم در غلظتش در داخل چی است؟ کم است. سودیم در داخل غلظتش کم است. پس این کانسنتریشن از این غلظت از این در داخل کمتر هست و سودیم غلظتش در بیرون چی است؟ زیاد است. ببینید این پمپ همین کار را میکنه، از غلظت کم، از غلظت کم سودیم را سه تا سودیم را با چارج، با فورس و با انرژی خارج میکنه. از غلظت کم به غلظت زیاد. و پتاسیم در داخل چی است؟ در داخل زیاد است و در بیرون کم است. بازم پتاسیم که در بیرون کم هست، غلظت پتاسیم در بیرون کم هست، با وجود از این هم که غلظتش در بیرون کمتر هست و در داخل زیاد هست، از غلظت کم بازم میبرش به غلظت زیاد. این را میگیم سودیم پتاسیم پمپ. چرا پمپ میگیم؟ بخاطر که وایون‌ها را خلاف جهت چه میکنه؟ خلاف شیب غلظتی پمپ میکنه. سه تا سودیم را میکشه، سه تا چارج مثبت را میکشه و دو تا چارج مثبت، دو تا پتاسیم را پس داخل میاره. این ما شما میگیم سودیم پتاسیم پمپ. و بخاطر که با این کار خود انرژی مصرف میکنه، ATP مصرف میکنه، بنابراین ما شما این را میگیم سودیم پتاسیم ATPase. صحیح؟ سودیم پتاسیم ATPase. خود سودیم پتاسیم پمپ که از دو زیر واحد داره. البته زیاد مقدار بر ما اهمیت نداره، فهمیدنش برای ما شما خوب است. دو زیر واحد داره، یکی زیر واحد بیتاش است، یکی زیر واحد الفاش است. زیر واحد الفا کی است؟ 6 محل گیرنده داره، 6 ریسپتور داره که سه تایش به خاطر سودیم هست، دو تایش به خاطر پتاسیم هست و یک تایش به خاطر ATPase هست، انزایم هست. ATPase یک انزایم است که ATP را لایز میکنه. نفهمیدید؟
پس در این قسمت گفتم 6 گیرنده داره. کدام زیروید؟ زیروید الفایش. 6 زیروید. 3 تایش مربوط به سدیم هست. یک تایش مربوط به انزایم ATPase هست که در کنار گیرنده های سدیم در داخل قرار گرفته و به مدت 2 تایش به خاطر پتاسیم در خارج هست. 2 تا پتاسیم را با فورس داخل میاره و 3 تا پتاسیم را 3 تا سدیم را با فورس چی میکنه؟ خارج میکنه. این را گفتیم سدیم پتاسیم پمپ یا سدیم پتاسیم ATPase. نمونه یا مثال عمده یک پرایمری اکتیو ترانسپورت هست. ببینید دکتر سبا این باعث میشه که 3 تا چارج مثبت را بکشه و 2 تا چارج مثبت را داخل بیاره. صحیح؟ پس باز هم چارج های مثبت بیشتر را از حجره میکشه. 3 تا را میکشه در واقع فقط 2 تا را پس داخل میاره. با هر بار که کار میکنه یعنی به این معنی که چارج های مثبت تعداد چارج های مثبت در داخل حجره چی شده میره؟ کم شده میره. به خاطر این نظمی چای پمپ کس که حجره ما شما تقریبا منفی 5 یا منفی 4 میلی ولت چی میشه؟ حجره منفی میشه. منفی 5 میلی ولت حجره ما شما منفی میشه. به خاطر کدام پمپ است؟ سدیم پتاسیم پمپ. به خاطر اینکه این باعث یک چارج یک الکترون منفی شد این به نام الکتروژنیک پمپ هم میشناسیم. یعنی میگیم الکتروژنیک پمپ. پس سه نام داره. سدیم پتاسیم پمپ به خاطر که آیون ها را خلاف شیب غلظتی پمپ میکنه. سدیم پتاسیم ATPase به خاطر که ATP انرژی مصرف میکنه و می ترتیب الکتروژنیک پمپ به خاطر که باعث ایجاد چارج منفی در داخل میشه. صحیح؟ این نمونه عمده از پرایمری اکتیو ترانسپورت هست. ما این سر کلسیم پمپ چینل های دیگه ای داره به نام کلسیم پمپ. کلسیم پمپ چیکار میکنه؟ کلسیم پمپ باز هم کلسیم در داخل سایتوپلازم غلظت چی است؟ کم است. غلظت در داخل سایتوپلازم کم هست. زیرا با وجود از غلظت کم به غلظت زیاد کلسیم در خون و در اکستراسلولار فلوید زیاد هست. این از حجره میکشه. از غلظت کم به غلظت زیاد. از غلظت کم به غلظت زیاد باز هم اینجا ATP ضرورت است. میگیم کلسیم پمپ. کلسیم پمپ را ما شما در سطح غشای حجرات خود هم داریم و همچنین در اسموت اندوپلازمیک ریتیکولوم هم داریم. در اسموت اندوپلازمیک ریتیکولوم باز هم ما شما چنل های کلسیمی را داریم. میگیم کلسیم پمپ. زمانی که کلسیم ها در حالت تقلص بود شما در عضلات تا در فاز عضلات زید در تقلص کلسیم وقتی که به سایتوپلازم میاد پس دوباره باید کلسیم پس وارد شبکه سایتوپلازمیک شود. وارد اسموت اندوپلازمیک ریتیکولوم شود. برای سایتوپلازمیک ریتیکولوم هم یاد کردیم. کلسیم باز هم از سایتوپلازم که غلظت کلسیم در سایتوپلازم گفتیم چی است؟ کم است. سر از هم با وجود از هم از غلظت کم و غلظت زیاد در داخل سایتوپلازم پس پمپ میشه. پس کلسیم پمپ هم در سطح غشای حجرات خود داریم هم در سطح غشای اندوپلازمیک ریتیکولوم خود. دیگه پروتون پمپ را داریم. پروتون پمپ هم میتونه در حجرات متعدد از جمله حجرات استرومن در قسمت معده وجود داشته باشه. صحیح؟ و در بعضی حجرات دیگه هم هست مطمئنا. این چی میکنه؟ پروتون در داخل حجره چی است؟ کم هست. غلظت پروتون در داخل حجره کم هست. این با وجود از این هم که غلظت در داخل کم هست این پمپ میکنه در بیرون که غلظت زیاد هست. خلاف شیب غلظتی. خلاف concentration gradient. صحیح؟ از داون هیل به اپ هیل میبره. از داون هیل به اپ هیل. از غلظت پایین به غلظت بالا. صحیح؟ این هم چی میکنه؟ ATP مصرف میکنه. پس ما شما نمونه هایش خواندیم سدیم پتاسیم پمپ، کلسیم پمپ و پروتون پمپ. این نمونه هایی است از پرایمری اکتیو ترانسپورت. ATP را به شکل مستقیم مصرف میکنه. به خاطر ما شما این پرایمری میگیم. میایم سر سکندریش. در قسمت سکندری اکتیو ترانسپورت، سکندری اکتیو ترانسپورت میگیم نقل انتقالاتی هست که ATP را به شکل غیر مستقیم مصرف میکنه. به شکل چی مصرف میکنه؟ به شکل غیر مستقیم مصرف میکنه. خب پیش از اینکه ما شما سر سکندری اکتیو ترانسپورت بریم. غلظت سدیم را گفتیم در داخل حجره چی است؟ کم است. غلظت سدیم یعنی در داخل کم است. چی چیز باعث میشه غلظت سدیم در داخل کم باشه؟ کدام چینل کدام پمپ باعث میشه سدیم پتاسیم ATPase. این سدیم پتاسیم ATPase یا سدیم پتاسیم پمپ باعث میشه سدیم های بیشتر را از حجره بکشه و غلظت سدیم در داخل حجره چی بمونه؟ کم بمونه، پایین بمونه. این نکته را داشته باشید. و به خاطر اینکه غلظت سدیم در داخل حجره کم بمونه ما شما اینجا چی مصرف میکنیم؟ ATP مصرف میکنیم، انرژی مصرف میکنیم. با مصرف انرژی این کار را ما شما انجام میدیم داخل حجرات خود. متوجه شدیم؟ پس غلظت سدیم در داخل حجره چرا کم است؟ به خاطر سدیم پتاسیم پمپ. و سدیم پتاسیم پمپ خودش به خاطر اینکه بتونه غلظت سدیم را در داخل حجره کم نگه بداره ATP مصرف میکنه. پس انرژی اینجا مصرف میشه. این نکته داشته باشید. میایم سر سکندری اکتیو ترانسپورت. در قسمت سکندری اکتیو ترانسپورت باز هم تعریف میکنیم. میگم در سکندری اکتیو ترانسپورت البته زیادتر سدیم نقش داره. صحیح؟ به این معنی که سدیم حرکت سدیم همراه با یک مولکول دیگر
میتونه هم جهت باشه میتونه مخالف الجهت باشه. یا ساده‌تر بگم حرکت سودیم، حرکت مولکول سودیم خودش همراه خود یک مولکول دیگر هم حمل میکنه، انتقال میده. درست شده؟ سودیم حرکت میکنه یک مواد دیگر یا داخل حجره میشه. صحیح؟ سودیم میخواد که داخل حجره شود. یک مواد دومی را هم که خود یا داخل میبره یا خودش داخل میشه و رو خارج میکنه. صحیح؟ این چی است؟ ATP اینجا اندایرکت مصرف میشه. ATP مصرف شما غیر مستقیم و به واسطه ضرور هست. حالا که تشریح کرده میفهم کدام مواد از این طریق میتونه عبور بکنه باز موادهای پولار موادهای قطبی هستن. صحیح؟ موادهای قطبی مثل آیون ها و همچنین مثل موادهای غذایی موادهای عضوی. صحیح؟ مثلا امین اسید و گلوکوز اینا نظر به این که دقت کنید، نظر به این که سودیم را شما گفتیم سودیم خودش میخواد داخل حجره بره. سودیم میخواد خودش چی شود؟ داخل بره. اگر یک مواد دیگر هم که خود داخل برد همزمان این را از نظر نو میگیم سیمپورت. چی میگیم؟ سیمپورت یا کو ترانسپورت. کو ترانسپورت ورش میگیم. پس سیمپورت کو ترانسپورت خودش نمونه سکندری اکتیو ترانسپورت هست. به این معنی که سودیم داخل میشه همراه خود یک مواد دیگر هم داخل میاره. هم جهت هستن ها. اینا رو میگیم سیمپورت. ATP حالا مصرف میشه دقت کنین. حالا ما شما نمونه هایش میگیم باز بعد از ما شما سر مصرف ATP گپ خود زدیم. سیمپورت نمونه های سیمپورت رو میخوانیم. ببینید در این قسمت ما شما سودیم و فسفت را داریم. سودیم فسفت سیمپورت برش میگیم. یا سودیم فسفت کو ترانسپورت ازش میگیم. سودیم خودش داخل میشه همراه خود چی رو داخل میسازه؟ فسفت جمع داخل میسازه. دقت کنند اینجا سودیم خودش داخل میشه همراه خود پتاسیم و دو دانه کلور رو هم داخل میسازه. این میگیم سودیم پتاسیم 2 کلور کو ترانسپورت یا سودیم پتاسیم 2 کلور سیمپورت که در گرده های ماست. این در گرده هست این در گرده هست چینل هست. صحیح؟ در نیفرون هست. خب دیگه ما شما چینل دیگه ای داریم سودیم گلوکوز کو ترانسپورت. سودیم گلوکوز کو ترانسپورت یا سیمپورت. سودیم هم داخل میره گلوکوز هم داخل میخوره. سودیم اماین اسید کو ترانسپورت. سودیم کلور کو ترانسپورت. یعنی در مجموع این چینل ها داریم زیادتر در گرده ها دیده میشه چینل ها. صحیح؟ در قسمت نیفرون ها. هدف چی است؟ هدف است که سودیم داخل شد همراه خود یک مواد دومی را هم داخل کنه. مواد دومی میتونه فسفت باشه، میتونه پتاسیم و دو دانه کلور باشه، میتونه گلوکوز باشه، میتونه امین اسید باشه، میتونه کلور باشه. متوجه شده؟ حالا کی داخل میاد؟ سودیم. اصل بچه فیلم کی است؟ سودیم است. صحیح؟ سودیم باید بعد نصب شود این قسمت. سودیم نصب شود بعد از اون خودش داخل بره و همراه خود یک مواد دومی را هم انتقال بده داخل میسازه. اینا سودیم چرا از خارج داخل میاد؟ بنابر تفاوت غلظت. تفاوت غلظت. چون غلظت سودیم در بیرون زیاد هست، در داخل غلظت سودیم کم هست. صحیح؟ غلظت سودیم در داخل حجره کم هست و میخاطر این چینل ها کار میکنه سودیم خودش میاد و همراه خود یک مواد دیگر هم میاره. حالا ATP اینجا مصرف شد؟ نه. این خود تفاوت غلظت است. ATP مصرف نمیشه در این قسمت. تفاوت غلظت یعنی سودیم در داخل حجره کم است، به اون خاطر چینل ها کار میده. حالا پیشتر براتون گفتم چیزی باعث شد که غلظت سودیم در داخل کم شود. پتاسیم پمپ. پس تا زمانی که سودیم پتاسیم پمپ کار میکنه، غلظت سودیم در داخل حجره کم هست و تا زمانی که غلظت سودیم در داخل کم باشه، این چینل ها کار میده. با مجرد که غلظت سودیم مختل شد در داخل حجره، غلظت سودیم بالا رفت. یعنی به این معنی که چینل ها کار نکرد. غلظت سودیم که بالا رفت، این چینل ها هم کار نمیکنه. پس دیدیم که تفاوت غلظت را سودیم پتاسیم پمپ ایجاد میکنه، سودیم پتاسیم پمپ ATP مصرف میکنه. پس ATP از این چینل ها در این قسمت صرف میشه. از این خاطر ما شما میگیم که سودیم چیز سکندری اکتیو ترانسپورت است. انرژی مصرف میکنه به شکل غیر مستقیم. یک آدم میگه که این کار را اثبات کرده میتونی برام میگیم بله. در صورتی که شما توسط بعض دواها مثلا دوژوکسین و بعض دواهای دیگه یا مثلا توکسین باشه، این چینل ها چی شون؟ بلاک شود. این چینل ها کار نده. با بلاک ساختن این چینل ها هم چی میشه؟ بلاک میشه، کار نمیده. متوجه شد؟ پس ما شما نتیجه میگیریم که انرژی مصرف میشه به شکل اندایرکت و غیر مستقیم. این سیمپورت یا کو ترانسپورت بود. این چینل ها زیادتر ما شما در کدوم قسمت بدن میبینیم؟ در نیفرون قسمت گرده ها. صحیح؟ شد ان شاء الله نه؟ در قسمت نیفرون ما شما چینل ها را زیاد داریم دیگه. این قسمت نیفرون هست، این گلومرول هست. Proximal convoluted tubule, says descending loop of Henle,
descending limb of loop of Henle. 10 porte ascending limb of loop of Henle. Take porte ascending limb of loop of Henle. Distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule of collecting. Tubule of collecting ductus. In nephron has shutting. مثلا دینی قسمت دینی حجرات در proximal convoluted tubule مشمول چنل پر تعداد را داریم سیس اینجا حجراتش از دیگر بودن اینجا مشمول حجرات چی را داریم حجرات اپیتلیومی را داریم و هزارها و میلیون ها حجرات در این قسمت وجود داره سیس اینی چنل ها کلشون دینی اینجاست دینی حجرات است the proximal convoluted tubule solid است دینی قسمت است فاسفات را ببینید خوب دقت کنید فاسفات و سدیم که فیلتر شده قسمت اینجا از گلومرول اینجا فیلتر شده این نباید از ادرار خارج شد دوباره پس باید چی شود جذب شود از فسفات و سدیم جذب میشه به این ترتیب دیگه سدیم و گلوکوز این زمین قسمت جذب میشه چنل ها هست سدیم و امینو اسید این قسمت جذب میشه سدیم و کلور این زمین قسمت چی میشن جذب میشن این چنل ها رو کلش سدیم کلور سدیم امینو اسید سدیم گلوکوز سدیم پروتون سدیم فسفات این قسمت چی میشن جذب میشن این چنل ها پس در این قسمت نفرون هست در کدام قسمت در proximal convoluted tubule دیگه سدیم پتاسیم تو کلور را در کدام قسمت داریم سدیم پتاسیم تو کلور همچنان در این ساحه است در این حجرات است در قسمت تک پورت در قسمت تک پورت ascending limb of loop of Henle این loop of Henle است قوس هنله هست یک بخش نازکش است یک بخش ضخیمش است این بخش ضخیمش این حجرات را در این قسمت داریم و اینی چینل که در اینجا گفتیم سدیم پتاسیم تو کلور او در این قسمت هست که باعث میشه سدیم هم داخل بسازه پتاسیم هم داخل بسازه و دو دانه کلور هم داخل بسازه اجازه نده که از بدن خارج شود دوباره پس جذب شود نه مثلا بعض دواها در قسمت کار میده کدام دواهای دیورتیک است نه لوب دیورتیک مثل فورزاماید سایز تیبوتوناید یعنی دواها ایتاکرینیک اسید این دواها مثلا این چینل بلاک میکنه باعث دیورز میشه ادرار تشکیل میده تا بعد ترتیب های بعدی است گرفتم نکته در این قسمت این چینل هست دیگه دکتر سبا چینل های دیگه را در قسمت اینی کلسیم خب دیگه چینل ها را در کامپیوتر ترانسپورت هستونم در ادامه میگیم دیگه ما شما تایپ اول سیمپورت گفتیم حالا میگذاریم آنتیپورت در قسمت آنتیپورت به چی معنا آنتیپورت به این معنا دکتر سبا که سدیم خودش داخل میشه یک مواد دومی را از حجره چی میکنه خارج میکنه سدیم می داخل و یک مواد دومی را از حجره میکشه میگیم آنتیپورت مخالف جهت یا کانتر ترانسپورت بعض رفیقا و دوستای ما شما بعض شاهدای ما شما میرقم هستن میگه یا فلان محفل یا فلان نفر باشه یا ما هستم صحیح باشه افدراک مثلا کرد خود چی دارم سر زمین جنگ کردن میگه یا خودت بیا وقتی که ما آمدم خودت خارج شو صحیح مثلا زیادتر اوقات وارث این که خاصیت رو میگم در مجلس اگر ما باشم فلان نفر نباشه صحیح دکتر سان شما که مسائل را ندارین شما دکتر سان شما سعی زیادتر سیمپورت تاثیرات سیمپورتی دارن صحیح در طالب خبر است دوست خدا شکلا را میگه ما بیا که تون بریم صحیح مرا در پیسه بیا تون بریم خودش مرا اون خود رفیق خودم میبره صحیح میشه سیمپورت هم جهت گوش کن هم جهت باشن صحیح مثلا اگه خواستم خارج بریم باز منو بتونم جهت کنن صحیح خب به هر ترتیب در این قسمت این کانتر ترانسپورت است یک سدیم داخل میشه و مواد دومی چی میشه خارج میشه اینو میگیم آنتیپورت یا کانتر ترانسپورت دیگه سیمپورت کو ترانسپورت بود این کانتر ترانسپورت هست در این قسمت چند چنل رو شما داریم اشاره بکنیم مهم میشه سدیم کلسیم کانتر ترانسپورت هست سدیم پروتون کانتر ترانسپورت هست کلور بایکاربونات کانتر ترانسپورت هست صحیح این چنل ها رو به این معنا که سدیم داخل میشه باز هم سدیم چرا داخل میشه بنابر تفاوت غلظت تفاوت غلظت است تفاوت غلظت در داخل سدیم کم هست سدیم به خاطر سدیم پتاسیم غلظت کم هست به خاطر سدیم داخل میشه ما دومی رو میکشه سوچا این میگیم کانتر ترانسپورت مثلا سدیم کلسیم کانتر ترانسپورت در کدام قسمت وجود داریم در زیادتر در قسمت باز هم در دیستال کانولیتد تیوبول در دیستال کانولیتد تیوبول در قسمت لومنسایدش البته نه در بعض لاترال میبرانش این حجرات رو باز مشمول نفرون خواهد خواندم صحیح یکی
لومینال ممبران را داره، یکی قسمت بازولاترال ممبران را داره. در قسمت بازولاترال ممبران باز هم دینی ساحه یک چینل وجود داره که چینل باعث میشه سودیم، دقت کنین، سودیم از بیرون داخل حجره شود و کلسیم دینی قسمت البته چینل های دیگه کلسیمی هست خوب بزرگ بسیار خاطر داشتیم البته اون دیگه کلسیم اینجا میاد کلسیم داخل که میشه کلسیم از کجا پس میشه از خارج میشه و جذب میشه در تو از ادرار خارج نمیشه صحیح این شما مثلا دستر کانولیت تیوب داریم دیگه سودیم پروتون پمپ را در کجا داریم سودیم پروتون کو کاونتر ترانسپورتر اونم دینی قسمت دینی حجرات داریم the proximal convoluted tubule the proximal convoluted tubule تیوب های معوجه قریبه برش میگیم تیوب هست پیچی convoluted یعنی پیچی صحیح این convoluted میگیم این تیوب هست پایپ است تیر تیوبل میگیم convoluted tubule تیوب های معوجه و چونی برای شیخ نزدیک است با وان اسپاس نزدیکتر هست پروکسیمال میگیم و اینی هم تیوب های پیچی هست این convoluted tubule هست اما این از ریشه دور است این میگیم distal این distal convoluted tubule است proximal convoluted tubule در این حجره گفتم باز هم ما شما چینل های را داریم که باعث میشه خود دقت کن پروتون را از حجره بکشن و سودیم را چی کنم؟ داخل بسازم سودیم داخل می پروتون خارج میشه صحیح؟ بخاطر اینکه باز بایکاربونات را جذب شه گپ کنترل کنیم بسیار بعدی است و همچنان دینامی حجره در قسمت بازولاترال خوب دقت کنین بازولاترال سایدش این دینی ساحه کلور در بیرون چی است؟ زیاد است صحیح؟ کلور بنابر تفاوت غلظت داخل میه و بایکاربونات را چی میکنه سوژه؟ خارج بایکاربونات را خارج میکنه باز هم این حجرات را این چینل پر هم شما در قسمت پروکسیمال کانولیتد تیوبول داریم صحیح؟ این نمونه های شما داریم خب دکتر سیبا ما شما اینجا در قالب یک مثال ذکر کردیم نمیشه که تمام یک حجره تمام این چینل ها همزمان داشته باشه صحیح فقط بخاطر از این کانسپت بگیریم ما شما پس در آنتیپورت ما شما سودیم کلسیم آنتیپورت را داشتیم سودیم پروتون آنتیپورت را داشتیم و میتونیم بایکاربونات کلور با آنتیپورت را داشتیم صحیح دیگه قسمت ان شاء الله مشکل نیست خب پیش میریم ما شما پرایمری اکتیو ترانسپورت و سکندری اکتیو ترانسپورت در دوی شما مطالعه کردیم حالا میریم سر ویزیکولار ترانسپورت بعض مواد ها بزرگتر هستند سایزشون کلانتر هست و نمیتونه با این روش ها داخل حجره شود یا سوژه خارج شود بخاطر از باید ما شما مکانیزم بعدی را در نظر بگیریم یک مکانیزم بعدی را باید ما شما داشته باشیم او را میگیم ویزیکولار ترانسپورت صحیح یا ویزیکولار ترانسپورتیشن یعنی مواد ها داخل ویزیکل میشه و داخل حجره میشه یا سوژه خارج میشه داخل یک ویزیکل چی بود ساختمان مدور یک ارگانل مدور که داخلش میتونه مواد کیمیایی باشه این ویزیکل گفتم نه این ویزیکل میتونه داخلش مایع باشه میتونه ماده نیوروترانسمیتر باشه ماده کیمیایی متعدد باشه صحیح خودش یک ارگانل غشادار هست ارگانل چی بود چند مواد کیمیایی با هم یک جای میشد یک شکل وظیفه خاص را میسازد خب ما شما در قسمت ویزیکال ترانسپورتیشن دو پروسه را داریم یا مواد ویزیکال داخل حجره میشه اگر داخل حجره شد این رو میگیم اندوسایتوزیس اگر از حجره پس خارج شد این رو میگیم اگزوسایتوزیس کدام شامل تشکیل کنیم اندوسایتوزیس را یا اگزوسایتوزیس را اندوسایتوز را اول تشریح کنیم صحیح اول اندوسایتوز را تشریح میکنیم ببینید دکتر سواد خود اندوسایتوز ما شما سه نوع اندوسایتوز را داریم صحیح خود اندوسایتوز چند نوع سه نوع یکی ما شما زمانی که ویزیکل داخل میآید یک ویزیکل هست میخواهید که داخل حجره شود میخواهید که اندوسایتوز شود اگر داخل از ویزیکل مایعات بود چی بود فلوید بود صحیح زمانی که ای بخواد یک ویزیکل هست داخل حجره شود این ما شما به نام نوشیدن حجره میگیم چون داخل از مایعات هست ویزیکل هست میخواد که داخل شود این میگیم نوشیدن حجره یا سل درینک یا به اصطلاح ساده‌ترش میگیم پینوسایتوزیس پینوسایتوزیس اول ما شما پینوسایتوز را تشریح میکنیم پینوسایتوز خودش یکی از انواع اندوسایتوزیس هست موادی که مایع باشه داخل حجره شود پینوسایتوز میگیم ببینید این ویزیکل هست میخواد داخل حجره شود زمانی که ویزیکل در قسمتی از حجره در غشا در هر قسمت غشای حجروی ما شما در قسمتی از غشای حجروی که میخواد این ویزیکل در اون قسمت نصب شود اینی ساحه ما شما چه میکنیم کوتج پیچ برش میگیم کوتج پیچ این ساحه ما شما کوتج پیچ میگیم کوتج پیچ
پچ ناحیه فروختگی میگه. کوچت مثل توپ ماوری است. توپ ماوری چی است؟ یک ناحیه فروختگی ایجاد میشه. در زیر کوچت پچ محتوای کوچت پچ چی است؟ اینی رشته های سبز رنگ را که براتون کشیدیم، صحیح است؟ این رشته ها چی هستن؟ اینا ما شما کلاترین میگیم. کلاترین یا بعضی حجرات کوویلین داره. کلاترین داره یا کوویلین. صحیح است؟ کلاترین یا کوویلین. اینا چی هستن؟ رشته های پروتئینی هستن. دیگه چی است؟ میتونه که اکتین باشه و همچنان مایوسین. صحیح است؟ رشته های اکتین و مایوسین در این قسمت میتونه که وجود داشته باشه. البته ما شما مایوسینش هم داریم دیگه. صحیح است؟ رشته های مایوسین هم داریم. اکتین و مایوسین و به ترتیب کوویلین یا کلاترین. در کجا قرار داره؟ در کوچت پچ. خب یک ویزیکال اومد روی این قسمت نشست، باعث میشه که زمانی که بشینه رشته های اکتین و مایوسین این کلاترین را چی میکنه؟ کشف میکنه وسط داخل. یک فرورفتگی در سطح غشا ایجاد میشه. و بالاخره فرورفتگی باعث میشه که ویزیکال داخل بیاد و دوباره سطح غشای حجره چی شود؟ پس چنج شود، پس جوین شود به یکی دیگه. وقتی که شما گفتم که غشای حجره شما خاصیت فلویدیتی داره، نه؟ سریعیت داره. فیکس نیست تو. صحیح است؟ پس غشای حجره محکم میشه و این پینوسایتوز این ویزیکال حالا داخل شده. زمانی که داخل شد این ما چی میگیم؟ این رو میگیم اندوزوم برش میگیم. این اندوزوم میگیم. اندوزوم این قسمت ها رو شما لایزوم رو داریم. اندوزوم میگه با لایزوم چی میشه؟ یک جای میشه. اینی رو شما چی میگیم؟ اندولایزوم. اندولایزوم. صحیح؟ اندولایزوم هست. یعنی به این معنی که موادی که بالا شده داخل لایزوم شده. صحیح است؟ اندولایزوم برش میگیم. پس مواد در ویزیکال ما شما در لایزوم موادهای دایجستیو را داریم، هایدرولیتیک انزایم را داریم، نه؟ انزایم هایی هست که میتونن کربوهیدرات را لایز بکنن، کربوهیدرات را داریم، پروتئین را لایز بکنن، پروتئین را داریم، لیپید را لایز بکنن، لیپیز را داریم. ما میتونیم حتی باکتریسیدال انزایم های باکتریسیدال و اسید هایدرولیز را داریم، نه؟ اینا هضم میشن. و موادی که هضم شود، هر موادی که هضم شود تا اونی هضم داشته باشد، صحیح؟ اونا موادها هضم میشه و چیزی که باقی میمونه، یک مواد اضافی که باقی میمونه اون رو شما مارکر ما اسم مفعول میگیم. یک موادی که باقی میمونه اون هضم نشه اون رو شما چی میگیم؟ رزیدوال بادی. یک جسم باقی مانده. رزیدوال بادی. و این رزیدوال بادی ما شما داخل حجرات خود ویزیکال ها را داریم دیگه، نه؟ ویزیکال ها را ما شما داریم دیگه قسمت. این رزیدوال بادی بود داخل چی میشه؟ داخل ویزیکال میشه. این ویزیکال ها زمانی که داخل شد، نه شما اینجا ویزیکال را در نظر بگیرید. این ویزیکال ها پس از حجره چی میشه؟ خارج میشن. این مواد اضافی باید از حجره خارج شود. پس اگزوسایتوز شود. این چطور اگزوسایتوز میشه؟ پس بین اگزوسایتوز هم خلاص کنیم. ویزیکال مواد اضافی داخلش آمده اگزوسایتوز میشه. اگزوسایتوز از وابسته به کلسیم هست. ببینید خود ویزیکال ها در بالای خود در غشای خود چی دارن؟ سایناپتوبیروین. دومین هایی از پروتئینی را دارن که به نام سایناپتوبیروین یاد میشه. به نام چی؟ سایناپتوبیروین. این سایناپتوبیروین روی غشای ویزیکال ها وجود داره. و در سطح داخلی غشای حجرات خود ما شما دومین های پروتئین هایی را داریم. صحیح؟ پروتئین هایی را داریم که میخواد با چی یکشون شود؟ با سایناپتوبیروین. اینها را ما شما چی میگیم؟ سنتاکزین برش میگیم. اینا سنتاکزین هستن. پس سنتاکزین در کدام قسمت هست؟ در غشا، در داخل غشا یا در خارج غشا؟ در داخل غشا. ببینید سنتاکزین بازوهایی داره که قسمت اکتیو ساید خود چی کرده؟ محدود کرده، بسته کرده. صحیح؟ قسمت اکتیو ساید اینی بازوهایش هست. این قسمتی بازوها اینی قسمت اکتیو ساید پنهان کرده و اجازه نمیده که سایناپتوبیروین کچ وصل شود. زمانی که کلسیم داخل میشه، زمانی که چی داخل میشه؟ کلسیم داخل حجره میشه. کلسیم باز ما شما خودتون در حجرات به دلایل مختلف میتونه که داخل شود. صحیح؟ کلسیم که داخل میشه، کلسیم میاد روی این سنتاکزین روی بازوهایش میشه، روی این قسمت و شما میفهمید کلسیم ها چارج مثبت دارن، چارج مثبت دفع میسازه. این بازوهایش باز میشه و قسمت اکتیو سایت چی میشه؟ برهنه میشه. اینی سایناپتوبیروین با سنتاکزین وصل میشه. صحیح؟ مثل آنجبوری کش میشن با هم دیگه وصل میشن. وصل شد پروسه چی میشه؟ مواد از لایزوم از ویزیکال خارج میشه. اینو میگیم اگزوسایتوز. این اگزوسایتوز میتونه مواد اضافی باشه. در قسمت شما رزیدوال بادی گفتم که در خارج اطراف میشه و از طریق خون دیگه از طرق مختلف از طریق ادرار متوجه است بدن
دفع میشن و خارج میشن. صحیح؟ این ما شما ساینوفیلوگرین سنتازین و اگزوسایتوز را هم اینجا پس اگزوسایتوز را هم شما کاور کردیم. آمدیم از پینوسایتوز راجع به تا اگزوسایتوز میرسیم. خب پینوسایتوز را فهمیدیم. این سل درینک هست. صحیح؟ تقریبا تمام حجرات دیده میشن. زمانی که یک مواد ویزیکال ها مایع باشه بالاش. دیگه ما شما اندوسایتوز رو مطالعه میکنیم. اندوسایتوز نوعی اولش پینوسایتوز میگیم، دیگه دومی چیست؟ فاگوسایتوز هست. فاگوسایتوز زمانی که یک مواد جامد باشه، سولید باشه، مثلا باکتری باشه، به جایی که داخل حجره شود. داخل حجره نمیشه، حجره میخواد که داخل خود بسازن. صحیح؟ البته در این قسمت دقت کنین که مثلا یک باکتری هست. صحیح؟ یک باکتری هست که حجره میخواد چی کنه؟ بره بسازه. ایجنگ میگیم، سل ایجنگ چون مواد جامد هست. فاگوسایتوز رو برام چیت میکنیم؟ سل ایجنگ. این قسمت پینوسایتوز سل ایجنگ گفتیم، نه سل ایجنگ میگیم. حجرات زمانی که بخوای مواد اجنبی یا مواد جامد یا باکتری رو بره بسازه، این حجرات بر خود در اطراف از مواد جامد چی تشکیل میده؟ یک پای کاذب را تشکیل میده. این سوروپودیم میگیم. چی میگیم؟ سوروپودیم. این سوروپودیم های خاص خود را میسازه در اطراف از هیچ باکتری و به شکل مثلا چه باکتری در نظر بگیریم، اطراف باکتری را محاصره میکنه. به این شکل میره و در این شکل مواد اجنبی چی میکنه؟ داخل میسازه. زمانی که داخل شد حالا این رو چی میگیم؟ این میگیم فاگوزوم. فاگوزوم. این فاگوزوم با چی یکجا میشه؟ با لایزوزوم. چی رو میسازه؟ فاگولایزوزوم رو میسازه. لایزوزوم رو میسازه و در داخل از این شما میفهمید انزیم های داخل لایزوم با انزیم های باکتریسیدال هست. باکتری چی میکنه؟ از بین میبره. مواد اجنبی و بیکارش باز هم اگزوسایتوز میشن. صحیح؟ حالا بحثی است که کدام حجرات اونی فاگوسایتوز را داره. فقط حجرات WBC، حجرات ماکروفاژ ها و نوتروفیل ها. فقط این حجرات اونی فاگوسایتوز را داشته باشه. بله حجره چون حجرات دفاعی هستند. و بالاخره متد سومی اندوسایتوز چی است؟ موادها میخواهد که داخل حجره شود اما به شکل ویزیکال ها نه، بلکه به شکل خودشون به شکل مستقل می روی رسپتور میشنن، روی آخذه های خود میشنن. روی چی میشن؟ رسپتور میشن. اندوسایتوز صورت میگیره اما با میدییتد یا با واسطه چی؟ با واسطه رسپتورها. اینو میگیم رسپتور میدییتد اندوسایتوز. این اندوسایتوز صورت گرفته با واسطه رسپتورها. صحیح؟ رسپتور میدییتد اندوسایتوز. مثلا هیموگلوبین هست یا انسولین هست یا LDL هست یا بعضا حتی بعض ویتامین ها. صحیح؟ بعضا ویتامین ها هم میتونن از این طریق چی شون؟ داخل شون. زمانی که مثلا میاد روی رسپتورهای خود میشینه، این قسمت رو باز ما شما کورتیکوید میگیم. در اینجا همون کلاترین هست، همون اکتینومایوزین هست، با همون ترتیب همون بعض رشته ها با جای کلاترین چی دارن؟ گفتم کوویلین دارن. صحیح؟ مثلا ویتامین ها که داخل میشن کوویلین هست در جای کلاترین ها. اینها زمانی که میشنن باز هم اینمی پنج میشه داخل حجره، این قسمت این سایت چه میشه؟ فرو رفته میشه. فرو رفتگی ایجاد میکنه، بالاخره پنج میشه و داخل میاد. این ویزیکال داخل آمد. باز هم این اندوزوم برش میگیم. این اندوزوم باز هم کاتالایزوم یک جای میشه. صحیح؟ باز هم اندولایزوم رو میسازه. ببینید که داخل حجره یک جای شده این قسمت، این غشای لایزومی، این غشای ویزیکال پاره میشه. این قسمت، این غشایش که پاره شد، موادی که داخل آمده، LDL، انسولین، هیموگلوبین اینها چی میشن؟ در حجره آزاد میشن و دوباره این قسمت ویزیکال پس میره روی غشای حجره نصب میشه. این دوباره ریوز میشه، دوباره استفاده میشه ازش. یک بار مصرف نیست. دوباره پس کار خود کرد، دوباره پس این قسمت نصب میشه. LDL مثلا در کدام حجرات است؟ در هپاتوسایت. انسولین و هیموگلوبین در کدام حجرات؟ در قسمت مثلا دوم در قسمت نفرون ها. این قسمت مثلا انسولین آمد یا مثلا هیموگلوبین که فیلتر شد. صحیح؟ باز هم براش رسپتور میدییتد اندوسایتوز چی میشن؟ داخل حجره میشن. و دیگه قسمت دوباره تجزیه میشن. گرفتم مثلا؟ و همین ترتیب ویتامین ها. پس این رسپتور میدییتد اندوسایتوزس بود. دیگه ان شاء الله بس شما تمام است. سوال نیست؟ خب راجع به این قسمت مشهور گپ بزنیم. در اکتیو ترانسپورت ببینن کدام پمپ از دکتر سیوا؟ سودیوم پتاسیم پمپ. دقت کنین سودیوم پتاسیم پمپ. در این قسمت ما شما سودیوم پتاسیم پمپ را نداریم، فقط اشاره ای از اکتیو ترانسپورت براتون دادم که در این قسمت میتونه یک مواد از لو کانسنتریشن به های کانسنتریشن باشه با مصرف ATP با مصرف انرژی. صحیح؟ میتونه کلسیم پمپ باشه یا پروتون پمپ باشه. صحیح؟ چون یک محل آخذ دارن.
گرفتن اون ATP مصرف میشه در اینجا و در این سال اگر ما شما بخوایم که عملا نشان بدیم primary active transport. An animal cell maintains internal ion concentrations that are high in potassium but low in sodium. On the outside of the cell, the concentrations are reversed, high sodium and low potassium. These concentration differences represent electrochemical gradients across the membrane, which the cell can later tap for energy. Generally, one would expect such concentration gradients to dissipate with a net flow of ions moving from a higher concentration on one side of the membrane to a lower concentration on the other. However, a membrane protein called the sodium-potassium pump keeps the ion gradients intact. The ions are actively pumped against their concentration gradients. Primary active transport involves the direct hydrolysis of ATP, which provides the energy required for transport. In the first step of the cycle, 3 sodium ions and 1 ATP molecule bind to the pump. ATP is used to phosphorylate the pump, causing the pump to change shape and deliver the sodium ions to the opposite side of the membrane. At the same time, ion binding sites open up on the extracellular face of the pump. On the extracellular side of the membrane, the pump picks up 2 potassium ions. As the potassium ions bind, the pump releases its inorganic phosphate. The release causes the pump to change shape again and deliver the potassium ions to the inside of the cell, completing the cycle. متوجه شده؟ این پرایمری بود. اینا رو سکندری را که کانتر ترانسپورت است. In secondary active transport, a substance such as glucose is pumped from a region of lower concentration to a region of higher concentration. This process requires energy because glucose molecules are transported against their concentration gradient. The energy that drives glucose across a membrane against its concentration gradient does not come directly from ATP. Rather, it comes from the energy stored in a sodium ion gradient, which was created using ATP. Because ATP does not fuel the pump directly, this process is called secondary active transport. To pump glucose against its concentration gradient, the pump takes up both sodium and glucose from outside of the cell and then changes shape, depositing both substances inside the cell. A pump that transports 2 substances in the same direction is called a symport protein. The sodium ions that enter the cell are later returned to the outside by the action of the sodium-potassium pump. This process, called primary active transport, creates sodium and potassium ion gradients at the expense of ATP. ATP شون در یک قسمت مصرف شده، از یک طرف شما میگیم indirect energy مصرف میکنن شکل غیر مستقیم. و می ترتیب در اینجا هم active transport را داره ببینیم high concentration از high concentration از low concentration to high concentration مواد خارج میشه صحیح؟ از اگر اینی چی است؟ low concentration هست از low concentration به high concentration میشه. در این قسمت هم شما سل میگه انرژی مصرف میکنه از low concentration به high concentration میشه از low به high سه نوع در یک پروتئین پمپ است اندوسایتوز و اگزوسایتوز بس خوش اینجا اشاره شد در قسمت اندوسایتوز و اگزوسایتوز اینا هم چی مصرف میکنه ATP مصرف میکنه هم اکتیو ترانسپورت هستن اکتیو ترانسپورت خونه یعنی در جمع نقل انتقالات میگه که ATP مصرف میکنه در پاسیو ما شما فرق بینش چی بود که از غلظت بالا به غلظت کم حرکت میکنه اما در اکتیو از غلظت کم به غلظت بالا حرکت میکنه تو شو؟ این غلظت زیاد است میگه که به غلظت این غلظت کم هست میگه غلظت زیاد این غلظتش زیاد است میگه غلظت کم صحیح این همین سودیم پتاسیم پمپ است 3 تا سودیم را میکشه 3 تا سودیم را میکشه و 2 تا پتاسیم را داخل میاره با مصرف ATP با مصرف انرژی این هم نمونه‌هایی از کوترانسپورت و کانتر ترانسپورت ها هست مثلا پتاسیم را داخل میارن اینا این مونوسودیم پتاسیم پمپ هست 2 تا پتاسیم را اینا دقت کن 2 تا پتاسیم را داخل میاره و با این ترتیب 3 تا سودیم را چی میکنه خارج میکنه
ይህ አምኖ አክቲቭ ትራንስፖርት types of active transport. In order to stay alive, cells need to move objects in and out of the cell. However, sometimes these objects are either too large or need to go against the concentration gradient. Active transport comes to the rescue. However, active transport requires energy in the form of ATP to move these objects in and out. Let's take a look at three types of active transport: membrane pumps, endocytosis, and exocytosis. A membrane pump moves substances against the concentration gradient, or from a low concentration to a high concentration. A good example is the sodium-potassium pump. 3 sodium ions attach to the carrier protein. ATP attaches a phosphate to the carrier protein and it changes its shape. This allows 3 sodium ions to leave the cell, and then 2 potassium ions now attach to the carrier protein. The phosphate detaches from the protein and it changes shape once again, and the potassium now travels into the cell. This allows sodium and potassium to go against the concentration gradient. The cell also uses 2 types of vesicle movement: endocytosis and exocytosis. Endocytosis allows the cell to move larger objects into the cell by engulfing the object and then moving this object into the cell. There are 3 types of endocytosis: phagocytosis, which is when a cell moves in solids; enocytosis, which is when a cell moves in liquids; and receptor-mediated endocytosis, which is a form of endocytosis in which receptor proteins on the cell surface capture a specific target molecule. When the receptors bind to the molecule, endocytosis is triggered, and the receptors and their attached molecules are taken into the cell in a vesicle. Exocytosis occurs when the cell expels an object out of the cell. Objects inside the cell are encased in a vesicle, which is expelled. If you'd like to know more about active transport, this playlist will help. And as always, thanks for watching and moving back. Saunis, ma fatto.